کارمندان مؤسسه منزلی و کمونالی شهر ترسونزاده جهت آباد و زیبا گردیدن شهر حصه ارزنده خود را می‌گذارند. تعداد کارمندان 111 نفر بوده. در توازن مؤسسه 4 عدد تکنیک موجود است. این حال با مقصد در سطح بلند استقبال گرفتن مهمانان عالی قدر شنیدن گل و بوته‌های آرایشی جریان دارد. مؤسسه دارای 8 قطعه میباشد: قطعه نگهداری گرمخانه و پرورش گلها، قطعه ساختمان، قطعه تنظیمگران، قطعه آبادانی و کبودیزارکنی، قطعه چلانگران، قطعه برق، قطعه خدمترسانی لیفت‌های مسافرکش و قطعه ماشین سرای. کارمندان این نهاد همروزه در شفت راه‌های ماشینگرد، کوچه‌های پروتکلی و باغ و گلگشت‌ها کارهای آبادانی و حشرهای دست جمعانه را راه‌اندازی می‌نمایند. ما شهروندان شهر ترسونزاده با رئیس شهر ترسونزاده پرویز اکرمزاده منتداری خود را بیان می‌کنیم. در شهر ترسونزاده راه‌ها اسفالت شده هستند و آبادی در سطح بلند قرار دارد. ما خرسند هستیم. ما می‌خواهیم که در آینده شهرمون بازم آبادتر شود. از طرف مسئولین مؤسسه منزلی و کمونالی بابت روشناکی کوچه‌ها، تازگی موضوعهای وابسته شده، نصب شعار آویزه‌ها، سبز و خرمگردانی و دیگر کارهای آبادانی، تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شود.